دوستانی که در حال تحقیق برای خرید دستگاه پروتون شرکت آقا سو هستن از ما سوال می‌پرسن، میگن که فرق بین سنسور آنالوگ و سنسور دیجیتال در چی است؟ ببینید دوستان، سنسور آنالوگ یک سیگنال آنالوگ به ما میده که سیگنال آنالوگ یک سیگنال متغیر با زمانه. در نمودار شعاع مغناطیسی بر حسب زمان ما در خروجی سیگنال آنالوگ یک سیگنال پیوسته‌ای داریم که در هر لحظه ای از زمان یک مقدار خاص و ویژه‌ای داره و سنسور آنالوگ میتونه تغییرات ها در کوچکترین واحدهای زمانی به صورت آنی اندازه‌گیری بکنه. به خاطر همین در خروجی سنسورهای آنالوگ ما اولا جزئیات بیشتری داریم، دوما رزولوشن بالاتری در تصاویر داریم و سوما ما ترکیب و طیف رنگی بهتری در خروجی سنسور آنالوگ داریم، چه در بحث فلزات، چه در بحث حفره‌ها و چه در بحث سازه ها. و سنسور دیجیتال، در سنسور دیجیتال ما خروجی سنسور دیجیتال به صورت سیگنال دیجیتال و به صورت گسسته است و مثل سنسور آنالوگ به صورت پیوسته نیست. به خاطر همین در سنسور دیجیتال چون ما تغییرات شدید از یک سطح به سطح دیگری داریم و خروجی سنسور دیجیتال ما به صورت گسسته است، ما خیلی از اطلاعات و جزئیات را در خروجی سنسور دیجیتال از دست میدیم. برای اینکه شرکت سازنده بخواد این مشکل را رفع کنه، از سنسورهای دیجیتال 3 محور استفاده کرده که اپراتور میتونه به صورت تک محور یا به صورت جفت محور یا به صورت 3 محور همزمان در دستگاه استفاده بکنه. البته یک موضوعی هم پیش اومده به عنوان قدمت هدف و نوع سنسور که من در مورد قدمت هدف و نوع سنسور به صورت تخصصی در یک پستی خدمتتون توضیح میدم.